خسته نباشی. شیفت امروز هم تموم شد. خیلی خسته شدم. خیلی شلوغ بوده. راستی دکتر نیما امروز مسابقه داره. بریم ببینیم. چه مسابقه‌ای؟ اتومبیل رانی. مگه نمیدونستی؟ دکتر نیما؟ من نمیدونستم. میای دیگه. راستش نه، من یه کمی حال و حوصله ندارم این روزا. تو خودت برو از طرف منم عذرخواهی کن. من که تنهایی نمیرم. ولی تو از وقتی دکتر محمدی رفته خارج اینجوری شدی یا؟ نه این اصلا ربطی به هم نداره. دقیقاً ربط داره. 10 روز محمدی رفته تو همش تو خودتی. نه ببخشید، من اصلا حال و حوصله ندارم. امروزم خیلی عجله دارم. تو برنامه‌ت چیه؟ میخوای بمونی؟ بیای چی کار میکنی؟ منم میرم خونه. فقط بذار زنگ بزنم به دکتر بگم نمیام دیگه. نمیخوام به خاطر من کنسلش کنی. بچه من دیگه رفتم. اگه کاری ندارید من برم. من بهتون خبر بدم. افشا دکتر میومدی با اون تمرین. منم حقیقتش خیلی دوست داشتم بیام، ولی باید لپتاپ پدرمو ببرم شرکت. آخه تمام کارهای بانکیشو با این انجام میده. نمیبینی با این ماشین اومدم آخه؟ آره میبینم. نه. بچه‌ها ببخشید لحظه. الو؟ سلام، خسته نباشید خانم دکتر. خوبید شما؟ بله مرسی. نه حقیقتش یه کاری برام پیش من نمیتونم بیام. نه مشکلی نیست، هفته بعد تشریف بیارید مسابقه. بله هفته دیگه مسابقه شروع میشه. درسته. حتما خوشحال میشم. ممنون، خداحافظ. بچه ببخشید. دکتر راستی وضعیت امروز سهام چطوره؟ بد نیست، خوبه. از بابک شنیدم خیلی تو این زمینه واردی، درسته؟ ای بابا آقا بابک لطف دارم، ولی بیشتر پدرم تو این زمینه فعالن تا من. اینم گفتم. بهروز بابک جان اینجا چی کار میکنی؟ چطوری؟ خوبی؟ حالا احوال چه خبر؟ سلام خسته نباشی. ممنون. خوب هستین شما؟ چه خبر؟ همش خوبه؟ بنده بودی؟ آره. یه چیزی میکنی؟ آقا تو الان کار داری؟ چطور؟ میتونی ماشینتو بدی دکتر ما بیاد تمرین؟ قابل دکتر جون کلید خدمت شما. نه تعارف چی آقا میکنی؟ نمیخوام بابا، عجله دارم فدات بشم. مرسی ممنون. بابک شما دکتر رو راه بنداز تا من تلفنمو جواب بدم دیگه. بگیرین دکتر. بابا آخه من عجله دارم، پدرم منتظرمه، باید برم. دکتر 5 دقیقه دیگه این حرفا رو نداره. حال ما رو نگیر. یه هفته است واسه این قضیه برنامه‌ریزی کردیم. باش بریم. بچه‌ها یه چیزی بگم ولی لطفاً نیارید. هفته دیگه میدونید که مسابقه است. هر کی برنده شد باید شیرینی بده. قبوله؟ قبول عالی. خرجم زیاد شد ولی قابل دکتر رو نداره. خیلی از خودت مطمئنی. اینطوری میگم. من که میگم دکتر. دکتر میبینی همه خواهر دارن، ما هم خواهر داریم. بی خیال داشت شوخی میکرد عزیزم. بذار من برم سری این ماشین رو قفل کنم و سری بیام. باشه راحت. من میرم جای دکتر. خوب شد نرفتیم. دکتر کار براش پیش اومده بود. آخرش هم همون حرف من شد. حالا اگه خستگی دردم جمع کن آره بریم. این صلیب اینجا چی کار میکنه؟ رو صندلی بود. آره همینجا کنارم. ببینم کنار دو دختر بچه نشسته بودن، درسته؟ آره حتما مال اوناست. بذار ببینم کجا. احتمالاً. دیدمشون اونجا. پاشو بریم. سلام دخترم. این برای شماست. خواهش میکنم. مواظب باش دیگه جای جشن نذاری باشه. مثل اینکه دوست نداره حرف بزنه. ایمی نداره. همونقدر که خوشحال شدی برای من کافیه. بریم.
باش دور. دست درد نکنه. چه عجب، بریم؟ یه لحظه صبر کن، باید یه چیزی رو بفهمم. این که خود دکتره. ندا حالت خوبه؟ این دکتر محمدی نیست؟ آره خودشه. باورت میشه؟ اینجا چیکار میکنه؟ مگه بورسیه نشده بود؟ مگه نرفته بود اروپا؟ چرا اینجاست؟ سرپرستار گفت توی سوریه بوده. موقع نجات مردم به شدت زخمی شده. سوریه چیکار میکرده؟ برای امداد رفته بود. تازه اون دختر و بچه ها رو هم دکتر نجات داده. مطمئنی؟ آره مطمئن. میگم یه چیزی. بریم از اون بچه ها بپرسیم دقیقا چی شده. بریم. آره خودم میخوام باشون حرف بزنم. فقط یه چیزی. سرپرستار گفتش که بچه ها سوری هستن. تا حدود انگلیسی بلدن. باش مشکلی نیست. بریم. Hi dears. Hi. We met a few minutes ago, do you remember? Yes, of course. We are Dr. Muhammadi's classmate. The man you were looking at. Honey, I heard the doctor saved you. Is it true? Yes. Can you explain me exactly what happened? Yeah. We were in the city and ISIS broke in ceasefire and we escaped, but our parents were killed. The doctor saved us, but him himself was shot. I'm really sorry about your parents. How are you both? You're a bit better. How about the doctor? In fact, he isn't well. But my hospital colleagues are trying their best. Don't worry, okay? Do you like him very much? Yeah. This because of he saved us. You didn't tell me your name. My name is Rita and this is my friend Salima. Such nice names. I'm Marina and this is my friend Neda. Now we are friends. Please tell us everything you need, okay? Okay. مرحبا سليمة حان وقت الصلاة بدي أروح للصلاة تجي معي؟ نعم أجي معك. I'm going to pray. Can you stay with my friend until I come back? Sure. Take your time. Thank you. I'm here. منم زنگ بزنم به دکتر نیما، حتما در جریان نیست وگرنه الان اینجا بود. آره بگو بهش. شاکار کردی دکتر. کارت عالی. معلومه هر هفته میای تمرین آره؟ نه بابا اتفاقی بود. دیگه نفرمایید دکتر، دیگه خودم دیدم. مسابقه هم که مطمئنم شما می‌کنید. حتما همینطوره. قربون دستت. خیلی ماشینت خوبه. بیا اینم کلید. قابلت من دمت گرم. عزیزی. یه چه خبر؟ چیکار کنیم؟ هستی دکتر؟ واقعیتش نه دیگه باید برم سریع آخه. ای بابا. آره. بخش یه لحظه صبر. باشه با شما شما بهش میزنم. الو سلام، خسته نباشید خانم دکتر. بله ببخشید گوشیم سالم بود نفهمیدم. چی؟ بعدا و بعیدی. حیف همینجوری خسته شد. از اون اول شما مطمئنید؟
آره همین الان خودم میرسونم. خداحافظ. دکتر بچه‌ها ببخشید واقعیتش کار فوری برام پیش اومد، باید سری برم. چی شده دکتر؟ اتفاقی افتاده؟ حقیقتش یکی از دوستان تو بیمارستان بستری شده، بعد سری خودم. دکتر تو اصلا حالت خوب نیست، نمیشه اینجوری که خسته هم هستی میری تصادف میکنی. من خودم میرسونمت. بیا بشینیم تو ماشین من. بیا نه عزیز من فقط فشارم افتاده، من خودم میتونم برم، نیازی نیست زحمت بکشی. راست میگه، اجازه بدین بابک شما رو میرسونه. آخه نه دکتر اصلا اینجوری امکان نداره، خطرناک هم هست. بشین تو ماشین، همه کاراتو کن، خودم میرسونمت. سویچو میتونی بدی صاحب لطفا. باشه. ممنون. برو تو احتیاط کن. حواسم هست. نمیشه که اینجوری. بیا بریم تو ماشین من. بیا بریم تو ماشین من. ممنون بابک جان. کاری نکردم دکتر. من آیسیو میبینم. من ماشینو ببندم میام. ببین من میرم تو، سریع انجامش بده. اوکی اگه اتفاقی افتاد من بهت زنگ میزنم. باشه خیلی خوب باشه. برو حواسم هست. خیلی خوب، ببینیم چی داریم اینجا. فکر کردی دکتر عاشقتیم؟ الان جوری لپتاپتو هک میکنم که اصلا روحت هم خبردار نشه. حالا وایستا و تماشا. چیکار کردی؟ ببین تو فقط حواست باشه دکتر نیاد. باشه حواسم از چقدر طول میکشه. نمیدونم، باید ببینم رمزشو چی گذاشته. باشه پس ببینم سمت ماشین. ببین فقط حواست باشه. خدای من ببین چه بلایی سرش آوردن. به پدر مادرش خبر بده. پدرش که توی جنگ شهید شد. مادرش هم که رفته سفر زیارت خونه خدا. خواهر یا برادرشون چی؟ تک فرزنده. متوجه شدم. تصادف کردم؟ نه داستانش طولانیه. مشکل Take it, honey. Thank you. I missed my parents so much. I wish and I could see them again. You'll meet them again, honey. But in another place. My mom gave this cross to me. He said when you miss us, pray. So I guess now is the time, isn't it?
فاطمة الزهراء ساعدين. خدا رو شکر. یعنی میلاد خدا خیلی بهت رحم کرد. هرچی خدا بخواد همونه. راضی هم به رضای اون. بچه ها تو این چند مدت خیلی زحمت کشیدین. متشکرم ازتون. ما که کاری نکردیم، همش لطف خدا بود. ولی واقعا اگه فداکاری شما و امثال شما نبود الان ما داشتیم با همین وحشیای داعشی تو کشور خودمون می‌جنگیدیم. آره دقیقاً درسته. امنیت کشورمون مدیون فداکاری همین بچه هاست. ببخشید وقت ملاقات تمومه، بفرمایید بیرون، مریض مقدار استراحت کنه. دکتر جون ما میریم ولی زود برمیگردیم. میبینمتون. فعلا خدا نگهدار. خدا دکتر لطفاً زودتر خوب شین برگردیم دانشگاه. متشکرم. هلا. خب دیگه من بچه ها رو میبرم یه هوایی بخورن میبینم دیگه. خوش بگذره. خداحافظ. مراقب خودت باش. الو سلام، خسته نباشی جناب سلام. جدی؟ بازداشت شدم؟ همین الان خودم میرسونم. ممنون. بار کج به مغزه نمیرسد آقا بابک. چرا آخه؟ سلام من به حسین سلام متشکرم. شکرا. هانی تیکید. بفرمایید. You want more? No thanks. سلام من به حسین The light of my eyes, Holy Mary, the cross will not be crucified again because of the descendant of Zahra. خدا به پنجه
هم رفتیم مهدی جان، ولی تو آسمانی شد. شفاعت کنم. سلام. سلام. خوشحال شدم از اینکه اومدی سر مزار پسرم. وظیفه‌م بود پدر جان. یادش بخیر اون روزهایی که کنار هم بودیم. میدونیم که درسته مهدی جان. بله همیشه با هم بودید. یادش بخیر. منم یه فاتحه بخونم.